اگر یک روزی تصمیم گرفتی که از یک عزیزی که مخصوصا خواهرت، برادرت ایماندار، من دیگه اسمشم به زبانم نمیارم، نفرت دارم ازش، این تصمیم مال خدا نیست. اگر یک روزی تصمیم گرفتی خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند، این تصمیم مال خدا نیست، این ضرب المثل مال ما مسیحیان نیست. خداوند میگه خوبی بذار از حد بگذرد، معامله نیست که. تصمیم، چه تصمیم هایی میگیری؟